الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام أتمان الأكملان على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله رب العزة والجلال را حمد و ثنا و شکر و ستایش می نماییم که به ما بندگانش بار دیگر توفیق داد و به ما وقت و فرصت داد که از بهترین موضوع توحید و کلمه توحید صحبت داشته باشیم و بإذن الله سبحانه و تعالی این حلقه ما حلقه 13 از آموزش کلمه توحید لا اله الا الله می باشد و ان شاء الله در این حلقه 13 ما دلیل های را ذکر می کنیم که این دلیل ها دلالت می کند که کلمه توحید لا اله الا الله این تنها با زبان گفتن و نطق کردن نیست، بلکه با خود شرط ها دارد و شرط های لا اله الا الله محمد رسول الله این 7 است که قسم از اهمیت و مکانت و درجه و متعلقات این شرط ها در حلقه گذشته حلقه 12 به شما بیان گشت. پس این شرط هایی که شرط های 7 گانه کلمه توحید است، آیا خود به خود پیدا شده است یا دلیل برای اثبات این شرط ها وجود دارد؟ بارک الله فیکم. البته قرآن و سنت صراحتا دلالت می کند که کلمه التوحید لا اله الا الله این 7 شرط را در بر دارد. دلیل ها که ما به شما ان شاء الله ذکر میکنیم، به شما 2 نمود ذکر میکنیم: دلیل های خاص و دلیل عام. البته دلیل های خاص یعنی به هر یکی این 7 شرط، علم، یقین، اخلاص، صدق، محبت، قبول، انقیاد، به هر یکی این دلیل از قرآن و سنت وجود دارد. به هر یکش دلیل از قرآن و سنت وجود دارد که هر یکی این شرط از شرط های لا اله الا الله محمد رسول الله است. و این چنین دلیل های عام وجود دارد که علما ذکر نموده اند. به دلیل اول، دلیل خاص نظر میکنیم و میبینیم که الله رب العزة والجلال گفته است: فاعلم انه لا اله الا الله فاستغفر لذنبك. فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك. بدان که هر آینه و البته نیست معبودی بر حق بجز الله و پس از این استغفار بکن، از الله طلب مغفرت گناه بکن. ببینید، اول توحید و بعد از این طلب گناه. این دلالت میکند که کسی که موحد نیست استغفار کردنش فایده ندارد. و این چنین دلیل دیگر از حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که آمده است: من مات و هو یعلم ان لا اله الا الله. هر کسی که وفات بکند در حالتی که بداند، یعنی علم داشته باشد که نیست معبودی بجز الله رب العزة والجلال، نیست معبودی بر حق بجز الله رب العزة والجلال، یعنی در همین کلمه توحید علم داشته باشد. و این چنین در روایت های دیگر از غیر شک فیها، شک نداشته باشد. این دلالت به یقین میکند. دلیل دوم دلالت به یقین میکند. غیر شک فیها یعنی در حالتی که یقین داشته باشد. یا در روایت دیگر است موقنا من قلبه، یعنی من مات و هو
یعلم ان لا اله الا الله موقنا من قلبه، هر کسی که وفات بکند در حالتی که میداند که نیست معبودی بر حق بجز الله رب العزة والجلال و همین کلمه توحید را یقینا قبول کرده است. پس ببینید، اولا گفتیم شرط اول علم، دلیلش رو به شما ذکر کردیم. شرط دوم یقین که دلیلش رو به شما ذکر کردیم. شرط سوم اخلاص. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگن من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه دخل الجنه. هر کسی که لا اله الا الله را خالصانه از قلبش از دلش بگوید داخل جنت خواهد شد. این شرط هم یعنی به دلیل است. یا که در روایت دیگر اومده است که من قال لا اله الا الله مخلصا من قلبه، مخلصانه گفته باشد، یعنی خاص به خاطر الله رب العزة والجلال، نه غیری، یعنی از ریا و از سمعه و طمعه و چیزهای دیگر. و چهارمین شرط لا اله الا الله صدق است و دلیل خاص از حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمده که من قال لا اله الا الله صادقا من قلبه و فی روایت صدقا من قلبه. هر کسی که لا اله الا الله یعنی نیست معبودی بر حق بجز الله را صادقانه از قلبش یا که صدقا بگوید داخل جنت خواهد شد. پنجمین شرط لا اله الا الله محبت. دلیلش سخن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگن که احب الیه مما سواهما، یعنی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را الله رب العزة والجلال را اول و دوم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را از دیگر تمام چیزهایی که در این روی دنیا هست، از پدر و مادر و فرزند و زن و بایگری و دیگر چیزها، انسان زیادتر باید دوست بدارد. و ششمین یعنی شروط کلمه توحید لا اله الا الله. ببینید که در اینجا حدیث آمده است من قبل مني الكلمة التي أردتها على عما، یعنی در اینجا در موضوع قبول، یعنی ششمین شروط لا اله الا الله قبول است. در اینجا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگند من قبل، یعنی هر کسی که از من قبول بکند کلمه را که بر وی عرضه کردم، پیشنهاد کردم، یعنی این سبب خوشبختیت خواهد شد، سبب مسلمان شدنش، سبب نجاتش از آتش دوزخ و غیرها. البته قبول ضرور است. بارک الله فیکم. پس این بود دلیل های خاص. و دلیل دیگر برای انقیاد، شرط دیگری لا اله الا الله انقیاد، که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم میگند اطاع بها قلبه و ضل بها لسانه، یعنی هر کسی که لا اله الا الله را بگوید و اطاعت بکند به قلبش و به زبانش در زیر لا اله الا الله باشد، یعنی به طلبات لا اله الا الله جواب بدهد. این دلیل های خاصی بود که به هر یک شرط یک دلیل از حدیث آوردیم، لیکن همه اینها را، هر یک این شرط ها را ما به شما شرط میدیم، مثلا علم یا که یقین، اخلاص، صدق، محبت، قبول، انقیاد، هر یکی این یک حلقگی یا که دو حلقه، سه حلقگی ان شاء الله به شما شرح و توضیح داده خواهد شد و نه یک دلیل، به هر یکیش ده ها دلیل از قرآن و سنت به شما ذکر میکنیم. اما عموما ما به شما میگوییم که این شرط خود به خود پیدا نشده است، بلکه این شرط هر یکی اش دلیل خاص دارد و این چنین دلیل های عموم وجود دارد. از دلیل های عموم وقتی که ما نظر میکنیم برای اعتبار گرفتن این شرط های هفتگانه و واجب بودن عمل کردن به این شرط های هفتگانه، که هر کسی که این شرط از این شرط ها را ترک نماید لا اله الا الله بر وی فایده نمیدهد. یعنی از همین هفت شرطی که ما به شما گفتیم، یک انسان یکی اش را ترک بکند یا همه اش را ترک بکند، داند که لا اله الا الله به وی فایده نمیرساند. دلیلی که نص دلالت میکند که لا اله الا الله حقوق ها دارد، حق های ظاهری دارد و هر کسی که این حق های لا اله الا الله را ترک میکند، داند که این کلمه توحید به وی فایده نمیرساند. چگونه که در روایت امام بخاری آمده است
رسول اکرم صلی الله علیه وسلم میگویند امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق وحسابهم على الله. من از جانب الله رب العزة والجلال امر کرده شدم که تا مردم را به قتل رسانم. یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم میگویند من از جانب الله امر کرده شدم به قتل مردم تا که شهادت بدهند که نیست معبودی بر حق بجز الله و بر اینکه محمد رسول الله و بعد از این نماز خوانند و زکات بدهند. زمانی که این عملها را انجام دادند خونشان عصموا منی دماءهم، یعنی خونهای آنها امین میماند، در عصمت میماند و پول اموالشان در امن و امان و امینی میماند مگرم به حقش و حسابشان به الله است. ببینید که این حدیث آشکارا دلالت میکند که لا اله الا الله این یک کلمه عادی نیست. یعنی یک کسی بیاید بگوید که لا اله الا الله محمد رسول الله به اسلام داخل بشود، بعد از این هیچ عملی را انجام ندهد، حقهای لا اله الا الله را انجام ندهد، این از اسلام بار دیگر میبرد یا مسلمان نشده است یا اسلام بیرون میشود، چگونه که در قصه منافقین ان شاء الله با شما ذکر خواهیم کرد. پس رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگویند من از جانب الله مأمور شدم، امر شدم تا که مردم را به قتل رسانم به خاطر سه چیز. اولا شهادتین، برای انجام دادن شهادتین. شهادت اول نیست معبودی بر حق جز الله، شهادت دوم محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. دومین چیز برپا کردن نماز، سومین چیز دادن زکات. پس این دلالت میکند که لا اله الا الله محمد رسول الله به نماز و زکات فایده نمی بخشد. خیلی که ما به شما بیان کردیم تارک الصلات مطلقا کافر، هر کسی که نماز را ترک میکند کافر است. بارک الله فیکم. البته این قولی صحیح و راجح و اجماع صحابه در همین است. حتی یشهدوا، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند که من مأمور شدم، امر شدم تا که مردم را به قتل رسانم تا اینکه شهادت بدهند. شهادت در اینجا معناش این که التزام همین کلمه را نطق بکنند و ملتزمی عملی این کلمه باشند، یعنی ملتزم باشند به آن طلباتی که این کلمه از اونها میکنند، به مقتضای طلبات این کلمه پابند این کلمه باشند و هر چیزی که این کلمه از انسان میخواد این را بجا بیاورند. یعنی فقط به نطق گفتن نه، بلکه اصول دین و عملهایی که از اصول دین است باید بجا بیاورند. اما کسی که شهادت بدهد، یعنی لا اله الا الله محمد رسول الله بگوید، اما این ظاهرا باشد و باطنا کفر باشد، البته این بدترین عمل است. ببینید چرا منافقانی که در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بودند اونها را الله منافق گفت، در حالتی که اینها چی بودند؟ این انسانها رسول الله را دیدند، از جمله صحابه شدند. یعنی بعضی از منافقین مثلا عبدالله ابن ابی رسول الله را دیدند و بعد از این اما نفاق داشتند. یعنی لا اله الا الله محمد رسول الله را شهادت را ظاهرا دادند اما باطنشان نفاق بود. برای همین الله رب العزة والجلال برای منافقین خبر داده گفت منافقین برایشان بدترین جای دوزخ است. في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. ان المنافقین، هر آینه و البته منافقین جایشان در دوزخ پسترین و چقورترین جای دوزخ است و برای آنها کمک کننده، نجات دهنده، نصرت دهنده وجود ندارد. در حالتی که اونها شهادت میدادند، در حالتی که لا اله الا الله محمد رسول الله میگفتند، اما الله آنها را دوزخی اعلان کرد. چرا؟ برای آن که فقط شهادت دادن به زبان این کافی نیست، بلکه باید انسان شهادت بدهد و با مقتضا و به طلبات لا اله الا الله پابرجا باشد، پایبند باشد و عمل کننده به طلبات و به شروط لا اله الا الله باشد. و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در این حدیثی که امام بخاری روایت کردن فاذا فعلوا، یعنی زمانی که این عملها را انجام دادن. اذا این یک عادت شرط است، یکی از ادوات های یعنی شرط
اذا یعنی زمانی که این را انجام دادند اینها را ما نمیکشیم، اما زمانی که انجام ندادند، زمانی که شهادت را به جا آوردند، نماز نخوندند، زکات ندادند، از این فهمیده می شود که شرط وقتی که به وجود نآمد، باز اونها شرط لا اله الا الله وقتی که به جان آوردن لا اله الا الله برای اونها فایده نمی بخشد. پس بارک الله فیکم، کلمه لا اله الا الله به خودش حق دارد، خیلی که در این حدیث آشکارا آمده است الا بحقها، یعنی الا بحق لا اله الا الله. پس لا اله الا الله حقی با خود دارد. این دلیل اول بود. و دلیل دوم از بشیر ابن الخصاصه روایت می شود که این روایت را امام احمد در مسندشان روایت می کنند، می گویند که اتیت النبی صلی الله علیه و سلم لی ابایعه، من به نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای بیعت کردن رفتم و رسول الله صلی الله علیه و سلم به من یک شرط گذاشت، فاشترط علی، شرط گذاشت. شرط این بود که شهادت لا اله الا الله و محمد عبده و رسوله، و بعد از این باید نماز را خواندن، زکات دادن، حج اسلام را بجا آوردن و روزه ماه مبارک رمضان را داشتن و در راه الله جهاد کردن. بشیر ابن الخصاصه میگویند که من به رسول الله گفتم این دو چیزی که در آخر شما گفتید ای رسول الله، یعنی جنگ کردن در راه الله و روزه داشتن، این دو چیزی که شما میگویید من لا اطیقهما، من طاقت انجام دادن روزه داشتن و جهاد کردن را ندارم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگویند که نه صدقه هست و نه جهاد است، پس بچی تو میخواهی به جنت داخل بشوی؟ البته بعد در بعضی روایت ها آمده است که بشیر ابن الخصاصه در اینجا زکات دادن و در راه الله جنگ کردن را نمیتوانم میگن. پیامبر میگن وقتی که صدقه ندهی، وقتی که در راه الله جنگ نکنی، پس تو به چی میخواهی به جنت دروی؟ تو چگونه میخواهی به جنت دروی؟ وقتی که رسول الله این سخن را گفتند، بشیر ابن الخصاصه گفتند یا رسول الله انا ابایعک فبایعت علیهن کلهن، گفتند ای رسول الله من به تو بیعت میکنم و به همه این شرط ها بیعت کردند. یعنی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که از یک انسان در حالت مسلمان شدنش یا خواستن اسلام وقتی که بیعت میگرفتن، فقط به لا اله الا الله محمد عبده و رسوله نبود. یعنی بگو لا اله الا الله محمد رسول الله، بگو تمام تو دیگر جنتی هستی، هر کسی که لا اله الا الله میگوید به جنت میرود. این چنین سخن را رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مطلقاً نگفتند، یعنی نکردند، در بیعت نکردند، بلکه به صحابه بار دیگر در دوامش میگویند باید نماز بخوانی، زکات بدهی، حجۃ الاسلام بکنی، روزه بداری و جهاد در راه الله سبحانه و تعالی بکنی. بارک الله فیکم. پس این حدیث هم حدیث است و این هم دلالت میکند که لا اله الا الله خودش کافی نیست، محمد رسول الله خودش کافی نیست، بلکه لا اله الا الله محمد رسول الله این رکن اسلام و این شهادتین شرط ها دارد و کسی که شرط های لا اله الا الله را به جا نمی آورد داند که چی هست؟ لا اله الا الله به وی فایده نبخشیده است. و در زیر شرح این حدیث ابن رجب حنبلی رحمه الله میگویند ففي هذا الحديث أن الجهاد والصدقة شرط في دخول الجنة مع حصول التوحيد والصلاة والصيام والحج. یعنی در همین حدیث میگن دلالت است که جهاد و صدقه شرط داخل شدن جنت است با همراهی حاصل شدن توحید و نماز و روزه و حج. یعنی انسان وقتی که توحیدش به وجود می آید، نمازش به وجود می آید، روزه و حج دارد و بعد از این صدقه و جنگ کردن در راه الله سبحانه و تعالی سبب داخل شدن جنتش خواهد شد. و این دلیل دوم که دلالت می کند لا اله الا الله یک کلمه عادی نیست، فقط نطق نیست، بلکه این کلمه شرط ها دارد که شرطش 7 است. و دلیل سوم بر این که کلمه لا اله الا الله شرط دارد این سوره صافات آیت 105 است که آیت 105 در اینجا الله میگه
قد صدقت الرؤيا، یا که از صدیق میگد والذی جاء بالصدق و صدق به، سوره زمر 33. در اینجا علما میگن که این آیت دلالت به تصدیق توحید میکند و دلالت میکند که توحید و ایمان این یک مجرد نطق نیست، بلکه ایمان قول است و عمل است و اعتقاد است و زیاد میشد و کم میشود البته. بارک الله فیکم. و این چنین دلیل های دیگر برای شرط های لا اله الا الله وجود دارد. و دلیل دیگر از اجماع صحابگان است. باید هر یکی من و شما دانیم که صحابگان بهترین مردم هستند بعد از رسولان، و بهترین صحابگان پیامبران این صحابگان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هستند. بهترین پیامبران رسول الله صلی الله علیه و سلم و بهترین صحابگان صحابه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، همه اشان عادل هستند. بارک الله فیکم. بجز منافقانی که ما اونها را از این البته علما جدا کرده اند، عبدالله ابن ابی و پیروانش. بزرگترین کسانی که توحید را با کاملترین صورت و درجه فهمیده اند و توحید را خاص از پیامبر صلی الله علیه و سلم گرفته اند، این صحابگان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هستند. رسول الله صلی الله علیه و سلم به همین صحابگان مبعوث شدند. پس بزرگترین اونها در توحید از بین صحابگان این ابوبکر صدیق رضی الله عنه بود. بعد از اون عمر الفاروق و غیرهم. و انمین ابوبکر صدیق رضی الله عنه بعد از وفات رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مرتدین، کسانی که شرط از شرط های لا اله الا الله یا که حق از حق های لا اله الا الله را ترک کردند، مرتدین را به قتل رسانیدند. بارک الله فیکم. وقتی که صحابگان گفتند ای ابوبکر صدیق، تو چگونه این مسلمان هایی که صحابه بودند، چگونه این مسلمان ها را به قتل می رسانید، در حالتی که نماز می خوانند، در حالتی که لا اله الا الله محمد رسول الله میگند، برای چی اینها را چگونه به قتل می رسانی؟ ابوبکر صدیق گفتند لاقاتلن من فرق بین الصلاة و الزکات، من حتما میکشم و به قتل میرسانم کسی را که بین نماز و بین زکات فرق گذاشته است. یعنی فرقی نیست. میگن اون مانع الزکات، انسان هایی که در زمان خلافت ابوبکر صدیق زکات را منع کردند، از پرداخت زکات باز ایستادند، ابوبکر صدیق اونها را به قتل رسانیدند، زیرا آنها حق از حقهای لا اله الا الله و محمد رسول الله را ترک کردند. و این دلالت میکند و این اجماع صحابه است که لا اله الا الله محمد رسول الله با یک نطق کردنش و به زبان گرفتنش کافی نیست، بلکه لا اله الا الله محمد رسول الله شرطها و حقها دارد. و این چنین دلیل دیگر این عقل است. عقل هم دلالت میکند که به یک مجرد نطق لا اله الا الله، به مجرد نطق کردن لا اله الا الله کافی نیست و لا اله الا الله به مجرد یک نطق شما را نجات نمیدهد و سبب داخل شوی شما به جنت نمیگردد. اگر بگوییم که به مجرد نطق لا اله الا الله به انسان منفعت میبخشد و شرط و شروط ندارد، پس کفار عرب و هرقل، این پادشاه و ملک روم و تمام اهل کتاب و غیرشون به این لا اله الا الله نطق میکردند.
یعنی وقتی که پیامبر صلی الله علیه وسلم به کفار مشرکین و قریش و غیره میگفتند و به اهل کتاب به هم میگفتند که لا اله الا الله محمد رسول الله، بگوید تمام، نماز خواندن وجود ندارد، روزه وجود ندارد، زکات وجود ندارد، علم دانستن معنایش، یقین، اخلاص، صدق، محبت، انقیاد، یعنی عمل کردن، کفر بر طاغوت، این چیزها وجود ندارد، فقط لا اله الا الله محمد رسول الله بگوید، همین کافی هست و به همین داخل جنت میشوید. اگر میگفتند همه مشرکین لا اله الا الله محمد رسول الله میگفتند، ابو جهل و ابو لهب هم میگفت، اما پیامبر صلی الله علیه و سلم برای اونها فقط لا اله الا الله نگفتند و مشرکین هم فهمیدند و همون مشرکین ابو لهب، ابو جهل و این دیگر مشرکین همه خوب و به نهایت آشکارانه فهمیدند، واضحانه فهمیدند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فقط به نطق کردن لا اله الا الله محمد رسول الله و به زبان فقط گفتن لا اله الا الله محمد رسول الله دعوت نمی کنند، بلکه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای شروط لا اله الا الله را زنده کردن، حق و حقوق لا اله الا الله را زنده کردن اونها را دعوت میکرد. یعنی لا اله الا الله این یک کلمه توحیدی عملی ظاهری و باطنی است. کسی که لا اله الا الله محمد رسول الله بگوید اما عملی ظاهری و باطنی اون نداشته باشد، پس لا اله الا الله برای اون فایده ندارد. بارک الله فیکم. پس این لا اله الا الله خود به خود خیلی که به شما بیان گشت پیدا نشده است و این شرط ها از نظر شرع هم، از نظر قرآن و سنت و از نظر اجماع صحابه و از نظر عقل هم برای لا اله الا الله چی است؟ شرط ضرور است. این شرط ها از قرآن و سنت گرفته شده است. بارک الله فیکم. و این چنین علما شرط های لا اله الا الله را ذکر نمودند. علما در مکانهای مختلف، علمای 4 مذهب، مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه، مذهب الحنفیه، مذهب مالکی، مذهب شافعی و مذهب احمد ابن حنبل رحمهم الله جمیعا، همه اشان ذکر کردند که لا اله الا الله این یک کلمه خشک نیست، این کلمه فقط به نطقش کافی نیست، بلکه لا اله الا الله محمد رسول الله 7 شرط دارد. و البته بارک الله فیکم سخن علما را در حلقه آینده، سخن علما و سخن 4 مذهب را در اثبات شرط های لا اله الا الله به شما ذکر میکنم. پس برادران و خواهران عزیزم، وقتی که این معلومات به شما رسید، وقتی که این مسئله و شروط لا اله الا الله را فهمیدید که از قرآن و سنت گرفته شده است و از اجماع صحابه و اینچنین عقلا هم به همین دلالت میکند، باید شما گفته اهل بدعت را ترک بکنید. امروز مرجعه ها از ماتریدی و اشعری و از صوفی و از بعضی از کسانی که خود را به نهایت دلسوز اسلام میگیرند از مرجعه ها، همه اونها میخواهند که این شرط های لا اله الا الله را نابود بکنند و بگویند، میخواهند بگویند که لا اله الا الله محمد رسول الله یک کلمه خشک است، هیچ معنی ندارد و در تحقیق زندگی من و شما یا در تحقیق توحید این کلمه هیچ یک شرایط یا یک رول خود را ندارد. و البته این گفته اشون و این عقیده اون اهل بدعت غلط است. و چیزی دیگر این است که امروز مردم تاجیک را بینید یا آسیای میانه را وقتی که نظر میکنید میگویند یک قاعده بدترین را دارند. این قاعده هم از همین مرجعه های سرسخت آمده است. این قاعده این است که میگویند لا اله الا الله محمد رسول الله ما میگوییم و ما هم مسلمانیم و دلمون پاک است، تمام. یعنی مسلمانی همین شده است که لا اله الا الله محمد رسول الله را به زبان گوید، تمام، شما جنتیت. نماز نخوانید، روزه ندارید، حج نروید، زکات هم ندهید، یگان عملی ظاهری و باطنی را انجام ندهید، فقط لا اله الا الله بگوید، تمام. حتی اکثر انسان ها لا اله الا الله معنیش را نمیداند. وقتی بپرس بگو لا اله الا الله چی معنی دارد، محمد رسول الله چی معنی دارد، معنیش را نمیداند. حالا مسلمان نشده است، حالا مسلمان نیست، باز میگه دل من پاک است و دل غیر ما
با دل طالب علمان و دل علما این دلها میگه دل بد است، دل ما پاک است، اما بیچاره با این صحبتش خودش را فریب داده است و شیطان بر او این سخن باطل را زینت داده است. در حقیقت این یک خطر بزرگی هست برای همین چنین انسان ها، خطر بزرگی هست. البته در حق این حدیث ما ان شاء الله صحبت میکنیم که پیامبر گفتند هر کسی که لا اله الا الله میگه داخل جنت میشود، اما این حدیث با دیگر حدیث ها مقید کرده میشود. بعد از این دیگر حدیث ها آمده است و علما در حق این حدیث چند قول گفتند. بعضی از علما این حدیث را منسوخ گفتند، بعضی از علما گفتند که این حدیث عام است و دیگر حدیث ها بعد از این آمده مقید میکند. البته عام خاص با هم دیگر ضد بیاید، ما خاص را میگیریم و این چنین سخن ها این دلالت میکند که این حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با دیگر حدیث ها معنیش وسیع‌تر می شود و دیگر حدیث ها این حدیث را شرح می دهد و دلالت می کند. در آخر سخن مغزش این می شود که لا اله الا الله محمد رسول الله فقط با نطق با زبان گفتنش کافی نیست و به انسان فایده نمی بخشد، بلکه لا اله الا الله محمد رسول الله شرط ها دارد و باید هر یک انسان شرط های لا اله الا الله محمد رسول الله را بجا بیاورد. و ما به شما برای این شرط ها ثابت شدنی یا ثابت کردن این شرط ها قرآن را، سنت را خاص و عام و اجماع صحابه و عقل را ذکر کردیم و در حلقه آینده سخنهای علما و سخن چهار مذهب را در اثبات شرط های لا اله الا الله به شما ذکر خواهیم کرد. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.